آیا پولی که از بازار یا از راه یافته می شود حلال است یا حرام؟ التماس در همین جمعه جواب گویید، ضرور است. و در آخر در حق مخلصان دعای خیر نمایید. البته آن پولی که از راه ما میابیم، چه از بازار باشد چه از راه ها، این پول همچون مال امانت حساب می شود. این پول باید در دست ما باقی ماند. عزیزان ما و شما میگن که بعضی عزیزان ما و شما، بعضی صحابه ها حتی روایت ها کردن که نبرداشتن همون پول از زمین بهتر است. لیکن علمای ما و شما متأخرین گویم، عالم هایی که بعد پیغمبر خدا به وجود آمدن، اینها میگن بهترش برداشتن است، زیرا شاید در دست یگان ظالم میزند که دیگر اون پول نابود شود و به صاحبش برگردانده نشود. از این خاطر همون پولی که یافتین همون را گیرین در دستان و اعلان کنین که من یک مبلغ یافتم. صاحبش که یافت شد مبلغ شکیگو به او پس میگردانی. حضرت امام مالک و حضرت امام محمد، حضرت امام شافعی میگوین 1 سال باید که آدم انتظار کنه. لیکن مذهب ابو حنیفه میگوید به اکثر گمان، یعنی همین قدر زیاد میستیم که گمان من میراد که دیگر صاحب همین پول از پولش سراغ نمیکند. انا این حالت اگر مسکین باشیم در جان خودمان صرفش میکنیم، اگر مسکین نباشیم بعد همون مسکینا و فقیرها صدقش میکنیم. وقتی صدقش کردیم یکی صاحبش پیدا شد، انا این حالت ما ضامن میشیم، اون پولا بعد پس میگردانیم. فهمیدین؟